کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان روز 11 ماه سال 2023 خبر داد که ارزش خدمت رسانی‌ها در موسم حج 2023 در موافقه با خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان 59000 سامانی معین کرده شد. با قرب رسمی امروزه این $5400 امریکایی را تشکیل می‌دهد. کمیته دین گفت نرخ سفر حج نسبت به موسم حج سال گذشته 1520 سامانی یا تقریباً $140 ارزان‌تر می باشد. در اطلاعیه‌ای که در سامانه کمیته دین و در صحیفه نشریه رسمی مجله دین و جامعه در شبکه‌های اجتماعی نشر شد گفته می شود که مبلغ مذکور همه خراجات اولیه زائران در موسم حج از جمله بلیط رفت و برگشت، مهمانخانه در مکه و مدینه، تامین 3 وقت خوراک در دوام سفر، خدمت رسانی راه بلدان، تامین شرایط اقامت در مینا، مزدلفه و عرفات، پرداخت مبلغ قربانی حاجیان، تامین نقلیات برای انتقال حاجیان در مسیر جده مکه مینا عرفات مزدلف مینا مکه مدینه، تشکیل نقطه‌های طبی در مکه و مدینه، سوغورته، پرداخت باج دولتی، تامین حاجیان با کتاب دایر به حج و بیج کارا در بر میگیرد. سفر برنامه‌ای حاجیان تاجیکستان از 2 ایون تا 20 ایون توسط فرودگاه شهرهای دوشنبه و خوجند ادامه میکند. حج یکی از فرضهای دینی اسلام بوده. حداقل یک بار زیارت حج برای هر مسلمانی که قدرت و تواناییش از جمله قابلیت مولویش را دارد فرض می باشد. هر سال از تاجیکستان بیش از 6000 نفر به سفر حج می روند. این به استثنای هزاران نفر است که هر سال برای ادای حج عمره یا حج خرد به مکه و مدینه می روند. در کمیته دین گفتند که عربستان سعودی امسال برای تاجیکستان برای سفر حج بیش از 7000 کواتا جدا کرده است.